فاطمی سیب، کشورهای منطقه طرفی کی هستن و چه چیز بسودشان است؟ درسته شاید طرفدار ثبات چین و روسیه و این بی‌ثباتی نباشن و ایران و چین میگن که ما بین دو طرف میخواهیم که رابطه را بهبود ببخشیم و تنش را کاهش بدیم. اصلا چه چیزی بسودشان است؟ بسود منطقه ثبات منطقه است، چون چینایی‌ها در پاکستان سرمایه گذاری داره. از این خاطر چینایی‌ها از این جنگ به تشویش هستن. اونا میخوان با افغانستان هم روابط اصلا نداشته باشن و با پاکستان هم، چون چینایی‌ها میفهمند که در این جنگی که در گرفته هدف وان بلت رود است، کمربند سیپک است، کمربند اقتصادی چین است. این چینایی‌ها با کلی میفهمند. از این بابت اونا طرفدار از این جنگ به هیچ قیمت نیستن. هم با افغانستان دارن میگن که باید خودداری کنن و هم با پاکستان میگن. اما پاکستان مجبور است. پاکستان از خاطر پولی که نیاز داره جنگ‌های نیابتی را در اینجا، در ایران، در هر منطقه میکنن و هم از چینایی ها پول میگیرن، از امریکایی ها میگیرن. امریکا چینایی ها را قبول نداره، چینایی ها امریکایی ها را قبول نداره. جنگ بزرگ است و پاکستان در بد رقم دام چسبیده. روسیه روز گذشته واضح گفت که ما اردو کشورهای دوست است، افغانستان و پاکستان، و از اردو میخوایم که جنگ متوقف کنن. اما اگر جنگ طول میکشه، یک ماه و دو ماه درازتر میشه، شما بازخواد دیدین که پالیس های منطقه ایستا شفت میشه و ممکن که همدردی و همکاری هندوستان، ایران و روسیه با افغانستان باشه. از این سه کشور چین نام نگرفت و میره متوجه باشه. بله. ایران، هندوستان و روسیه همدردیاش با افغانستان. اما چرا چین جدا کردین؟ چین از خاطر جدا کردم که چین در جنگ نظامی نمیخواد که طرف باشه، چرا که موضوعات اقتصادیش نه تنها که در افغانستان و در پاکستان است، موضوعات اقتصادی در سطح جهان هم است و او را نمیخواد که لکمدار شود و به او ضرر برسه، چرا که حجمش بسیار بزرگ است. با شما معلوم است 1.5 تریلیون دلار است، 1.5 تریلیون دلار است. او از خاطر افغانستان یا پاکستان، چرا در پاکستان سرمایه گذاریش در حدود 62 الی 70 میلیارد دلار کلگیش میشه که در کل مجموعش 120 میلیارد دلار است. تا حالا در حدود 62 مصرف کردن. اینال او از خاطر 62 میلیارد نمیتونه که دیگه 1.5 تریلیون قربانی کنه. از این میتونه بگذره، اما تا زمانی که میتونه حمایه میکنه. از پاکستان که در سرمایه گذاری چین در هندوستان بیشتر است، 120 میلیارد دلار است. تمام نظام سرویلنس هندوستان در دست چینایی ها است. در هندوستان بیشتر از میلیون کامره ها است، کلش در کودش با چینایی ها است. درست. بنان چین بازی را که در منطقه داره بازی نظامی نیست، بازی اقتصادی، رشد اقتصادی است و پیدا کردن راه اعظمی راهها به کشورهای دیگر. فاطمی سیب بزرگوار، به دقایق آخر بحث رسیدیم. من میخوام کوتاه اول پاسخ اینی بپرسم شما برام بتین که چقدر موافق هستین با اوتک سیب که اگر جنگ دوباره شه و یک ماه ادامه پیدا کنه، شاید پاکستان بپاشه، فرو بپاشه؟ من همین چیز قبلا براتون گفتم که اونا توانایی اقتصادیشون ندارن و توانایی سیاسی و اجتماعیشون ندارن. مردمشان با اینا هم نظر نیستن. سندودش صدای بلند داره، بلوچستان صدای بلند داره، خیبر پختونخوا صدای بلند داره، کشمیر خوش نیست. هندوستان حاضر است که به هر نوع اقدام از او طرف صورت بگیره. شما دیدین که نریندر مودی تا این حد به افغانستان پیشنهاد کرد که اگر به عسکر ما ضرورت باشه تمام اردوی ما در خدمتتان است. بنان یعنی افغانستان اشاره رسان که اگر شما با پاکستان، اگر فرزن افغانستان و هندوستان دست یکی کنه، چرا که اگر پاکستان افغانستان به این حالت میزنه و ما توانیش نه، خب ما حتما با یک کاری را کنیم و در اون صورت ما میتونیم که یک فتوایی را از داخل پاکستان ذریعه علمایشان برشان بتیم که جهاد فرض شد. از دیوبند هندوستان ما شما میتونیم که فتوای جهاد بر علیشان بیا که مسلمانای هندوستان در مقابل پاکستان، مسلمانای خود پاکستان در مقابل پاکستان و مسلمانای افغانستان با فتوای جهاد بره. و از این بابت شما میتونید که فرزن هندوستان باش صحبت کنین که از اون طرف هندوستان بالاش بیه. درست از ما قوای اجنبی را در افغانستان قبول نمیکنیم، چین باشه، روس باشه، هندوستان باشه، اما ایران میتونه که با هندوستان مفاهمه صورت بگیره. اونا از اون طرف بیان، چرا که اپریشن سندور هندوستان میگن که تمام نشده و اونا همیش میگن که ما اپریشن هر وقت باشه شروع میکنیم. تشکر فاطمی سیب. جنبندی تو طرف بیا، ما از طرف میم، پاکستان باز مجال نداره، خود به خود پارچه میشه. آقای فاطمی، فقط یک دقیقه آخر بحث است. شما راه حل پیشنهاد میکنید؟
به نظر ما فرض کنین ما این مراوده را با ما کنه، احترام با ما بگذاره، عملا نکنه، مثلا آیا موضوع افغانستان حل میشه، موضوع پاکستان حل میشه؟ زخم ناسوری که خط دیورند است تا این مسئله حل نشده باشه، هیچ نوع مسئله افغانستان پاکستان حل نمیکنه. این زخم ناسور طوری که 131 سال است که وجود داره، 100 سال دیگه هم باشه وجود خواهد داشت. بنان حل قضیه دیورند لاین اساس تمام مشکلات در بین است. نه پاکستان از این درد گذشته میتونه، نه افغانستان. بنان ما جسمی که از ما جدا شده او را میخوایم و او جسمی را که در کنترل خود داره او نمیخواد که او را دست بده، ذخایرش هم میخواد استفاده کنه. چون این مسئله بین المللی و استراتژیک جهانی شده. از این بابت تا این مسئله فعلا و بعد از این تا که حل نشه، موقتا آتش بس خواهد شد، موقتا صحبت ها صورت خواهد گرفت، موقتا احترامات صورت خواهد گرفت، موقتا هیئت های پاکستانی خواهد آمد در گردن ملا حسن آخوند باز دستای خود خواهد انداخت، بسیار روی مایچه های گرم خواهد کردن. اما این بازی منافقانی پاکستانی که ایساقدار میکنه، صادق خان میکنه، آصف درانی میکنه، خواجه آصف میکنه، این دیگه در اینجا جای نداره و نتیجه نمیرسه. به این مردم فریب نمیخوره، جهان فریب نمیخوره. ملت ها زنده شده، بیدار شده. مردم بلوچ آزادی میخواه، مردم خیبر پختونخوا آزادی میخواه. روز 50 عملیات در مقابلشان انجام میشه. بیشتر در 3 روز 135 عساکر پاکستانی کشته شد. در روز بعدش 55 نفر عساکر دیگهش کشته شد. بنان در یک نظامی که روزمره عساکر از او هدف خود افراد کشورشان است که با او را تهمت با دیگران میگن اما با گریبان خود نمیبینن. از اونجا شما ای امید نداشته باشین که او بیای با شما بشینه. خیلی ممنون. که ما بعد از این مداخلام نمیکنم، احترامم میگذارم، مسئله حل نمیشه، چرا که اصل زخم موجود است. تا او زخم مرهم نشده باشه، تا او زخم ترمیم نشده باشه، تا او زخم از بین برداشته نشده باشه، موضوع حل شدنی نیست.